برای انتخابات فدراسیون فوتبال آقای عزیزی خادم، آقای کفاشیان رد صلاحیت شدن. خیلی غش شد، خیلی غش شد. بعد من میدیدم روزی رو که فدراسیون فوتبال به قدری بزرگ میشه، به قدری گسترش پیدا میکنه که فرزندان خودشو میبره. قربان شما قرار بود ثبت نام کنید. بله، من رصد میکنم مصاحبه ها رو. آقای دبیر حرف خوبی زد، گفت نمیشه در دو لباس خدمت کرد. من 2 صندلی و همزمان نمیتونم بشینم روش که. گفتم اونو عزیزان دیگر بشینن روش خدمت کنن، ما هم که رو همین نشستیم خدمت میکنم. آقای دبیر حرف درستی زد. میدونستی من و آقای دبیر رو هم شبی 3 ساعت میخوابیم؟ ایشون که خودشون قربون گفتن 3 ساعت میخوابن. خب من نمیخوابم، من شبا نمیخوابم. خدا خیرتون بده. من تازه فهمیدم قربان شما چقدر انسان کار درستی هستید، چقدر خدمت میکنید. تازه فهمیدی.